راز گفت اوگو به آسمان. در خانه کوچک و باصفا دختری به نام دلارام با مادر پیرش ماهبانو زندگی می‌کرد. خانه آنها بوی نان تازه و یاس می‌داد. دلارام هر روز با عشق از مادرش پرستاری می‌کرد و ماهبانو با نگاهی پر از مهر برای خوشبختی دخترش دعا می‌کرد. آنها اگرچه ثروتمند نبودند، اما قلبی شاد و آرام داشتند. زمان گذشت و دلارام با پسر کاکایش وفا ازدواج کرد. وفا جوانی سختکوش بود و دلارام را دوست داشت. روزی که دلارام می‌خواست به خانه بزرگ آنها برود، ماهبانو با چشمانی اشکبار او را از زیر قرآن رد کرد. دلارام امیدوار بود که در خانه جدید خانواده بزرگ و مهربان پیدا کند. اما در خانه جدید همه چیز آنطور که دلارام رویا پردازی می‌کرد نبود. خانم جان، مادر وفا، زنی سختگیر بود. او مدام از کارهای دلارام ایراد می‌گرفت و با سخنان تند دل او را می‌شکست. دلارام تمام روز کار می‌کرد، اما به جای مهربانی فقط نامهربانی می‌دید و در تنهایی خود قصه می‌خورد. روزی دلارام با قلبی شکسته به دیدن مادرش رفت. ماهبانو که در بستر بیماری بود، متوجه غم چشمان دخترش شد. او دست دلارام را گرفت و گفت: دخترم، در این دنیا گاهی آدم‌ها زبان هم را نمی‌فهمند. وصیت من به تو این است: هر وقت دلت گرفت، به جای شکایت پیش دیگران، 2 رکعت نماز بخوان و درد دلت را فقط به خدا بگو. او بهترین شنونده است. مدتی بعد ماهبانو از دنیا رفت و دلارام تنهاتر از همیشه شد. رفتار خانواده همسرش تغییر نکرد و حتی سخت‌تر شد. وفا هم که بیشتر وقتش را بیرون از خانه به کار مشغول بود، متوجه آزار و اذیت‌های مادرش نمی‌شد. دلارام در میان دیوارهای آن خانه بزرگ احساس غربت می‌کرد. یک شب که بغض گلویش را فشرده بود، دلارام به یاد حرف مادرش افتاد. او وضو گرفت و سجاده‌اش را در کنج اتاق پهن کرد. 2 رکعت نماز با قلبی شکسته خواند. پس از نماز سر به سجده گذاشت و تمام قصه‌ها، تنهایی‌ها و دردهایش را با خدای مهربان در میان گذاشت. او فقط از خدا آرامش و راه چاره می‌خواست. در همین حال وفا که زودتر از همیشه به خانه بازگشته بود، از پشت در نیمه باز اتاق صدای نجواهای دلارام را شنید. او ایستاد و گوش داد. صدای لرزان دلارام را می‌شنید که نه برای گلایه از کسی، بلکه برای طلب صبر و مهربانی دعا می‌کرد. قلب وفا از شنیدن این راز و نیاز خالصانه لرزید. وفا وارد اتاق شد و دید که دلارام هنوز سر بر سجده دارد و با خدا سخن می‌گوید. او متوجه شد که همسر مهربانش چقدر در سکوت رنج کشیده و چقدر بزرگوار است که به جای فریاد زدن به آغوش پروردگار پناه برده است. وفا همانجا عهد کرد که دیگر اجازه ندهد کسی دلارام را برنجاند. صبح روز بعد وفا با مادرش خانم جان صحبت کرد. او با لحنی محترمانه اما قاطع از رنج‌های دلارام گفت و از مادرش خواست که خانه را به محیطی پر از عشق تبدیل کنند. خانم جان که از دیدن تغییر رفتار پسرش و صبوری دلارام تحت تأثیر قرار گرفته بود، به فکر فرو رفت. از آن روز به بعد دیگر صدای بلندی در آن خانه شنیده نشد. خانم جان با دلارام مهربان شد و وفا همیشه قدردان همسرش بود. دلارام فهمید که مادرش درست میگفت. صحبت کردن با خدا نه تنها دل را آرام می‌کند، بلکه سخت‌ترین گره‌ها را هم باز می‌کند. حالا خانه آنها همیشه بوی آرامش می‌داد.